الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اگر یک کس مرا سوال کرد که مثال نمین نفرهای مثل نمین ابو محمد، ابو اسامه یا امثال همین کدامش باشد، اگر برنامه همین رفته استای یا نوار همین را تماشا کردن یا یک کینوی ایندیسکی را تماشا کردن کدامش خوبه؟ برادرای عزیز، اگر چند در همون کینوی ایندیسکی یک زلال باشد، در برنامه یا را تماشا کردن دو زلاله. در این دیسک که تماشا کردن کینو این دیسک یک ضرر همیه که دروغی بسیار داره، وقت ضایع میشه. لیکن در برنامه اینها را نگاه کردن دو ضرره، یکم وقت ضایع میشه، دویمش برادر عزیز عقیده های شما را که خیلی زمینه های دانش فهمیشتون که کمه در عقیده هاتون تاثیر میرسونه. برای همین دادرای عزیز من بار دیگر همه تا تاکید میکنم، چی مردمی در درون تاجیکستان چی در بیرون هستید، فریفته مقصد 4 کلمه عربی را که اینها الله سبحانه و تعالی در این آیات در این سخن خود می‌فرماید که هر که پنداشته باشد که الله در دنیا و آخرت هرگز پیغمبر را نصرت نخواهد داد، پس باید از جانب بالا ریسمان بیاویزد تا خود را خفه کند یا با یاری اسباب بالا رود و اگر تواند درهای نصرت الهی را بندد، پس در نگرد که آیا تدبیر او چیزی را که او را به خشم آورده است دور می کند یا درهای نصرت الهی را بسته می تواند. مفسران در مورد معنی آیت مذکور فکرهای گوناگون دارند. گروه ضمیر جانشینی که در فعل ینصره است به طور عموم به هر انسان منسوب دانستند، اما گروه دیگری از آنها گفتند که ضمیر جانشینی که در فعل ینصره است به رسول الله صلی الله علیه و سلم راجع می شود. اکثر مفسرین این نظریه را جانبداری کردند. از این نگاه ایضاح معنی آیت والله اعلم چنین است: وعده هایی که حق تعالی درباره یاری و فتح در دنیا و آخرت به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده است به هیچ شک و شبهه عملی خواهد شد، اگرچه حسودخوران و کافران بسیار اندوهگین شوند و برای بازداشتن وحی و یاری الله تدبیرهای گوناگون اندیشند. به هر صورت یاری الله تعالی به محمد صلی الله علیه و سلم میرسد. هیچ کس و هیچ عملی مانع یاری الله شده نمیتواند. اگر کافران و حسودخوران به نصرتی که از جانب الله به رسول الله آمده است خشم و غضب فوق‌العاده دارند و گمان دارند که به کوشش خود خواست الله را باز داشته میتوانند، بگذار کوشش نهایی خود را به کار برند. آیا می توانند از آسمان ریسمان آویزان کنند و به واسطه آن بالا روند و از آنجا امداد وحی آسمانی را قطع کند، باز پس گردد و آنگاه بنگرد آیا این تدبیر آنها نازل شوی وحی الهی را به رسول الله من گردانیده است؟ آیا کمک الله قطع شده است تا خشم آنها فرو نشیند؟ آیا کینه ای که آنها دارد با چنین حرکت ها دلشان را دوا کرده می تواند؟ هرگز و هرگز نمی تواند و چنین هم نمی شود. اگر الله نخواسته باشد هم جزئی است. الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم را کتاب و دینش را یاری می دهد و اگر این امر کینه و خشم کسی را برانگیزد برود و هر کاری می خواهد بکند. اگر خواهد خود را از آسمان یا از سقف خانه خود به دور آویزد. اگر الله
اگر خود را خفه کند و کشد و خلاص شود هم، حتما الله سبحانه و تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را یاری می‌دهد. چرا که الله سبحانه و تعالی در کلام خود می‌فرماید که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. می‌خواهند کافرین تا اینکه نور الله را پوف بکنند، نور الله را، چراغ الله را بکشند. و والله متم نوره ولو کره الکافرون. و الله پر کننده نور خودش است اگرچند که کافران و مشرکین بد پندارند. ای مشرکین و کافرین، ای منافقین، شما هر حرکت هایی که میکنید تا اینکه دین الله را و کتاب الله پهن نشود و حق برای مردم برسد، شما این حرکت های کرده ایستادید. البته حرکت شما بیهوده است. این کید الشیطان کان ضعیفه. البته کید شیطان و فریب شیطان این ضعیف است و شما یاردمچی شیطان هستید. یاردمچی شیطان و یاردمچی همون چیزهایی که شما برآورده ایستادید. سبحان الله. اگر شما از کار بدی خود و شرکی و کفری خود باز نگردید و توبه نکنید که خودتون را مسلمان می حساب میکنید، پس ببینید که چی کار کرده ایستادید. آیا نگاه بکنید، آیا شما بر ضد دین الله و کتاب الله زده نایستادید؟ البته. و الله سبحانه و تعالی وعده الله هست. این وعد الله حق. وعده الله حق است و این تا روز قیامت، چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که تا روز قیامت کسانی وجود دارند در بین مردمان دین الله را فروزان میکنند، دین الله را نصرت میدهند و شمایان که باید دین الله را نصرت بدهید با دین الله بازی کرده ایستادید. سبحان الله. از شمایان را که الله سبحانه و تعالی از همین قطره ای که گوییم پلید است، از منی پلید شمایان را گوییم انسان ساخت و به دنیا آورد، چگونه شمایان با خالق خود جنگ کرده ایستاده. سبحان الله. از الله بترسین. و الله سبحانه و تعالی این عذاب ربک لشدید. عذاب الله سخت است. عذاب پروردگار تو سخت است، لیکن الله سبحانه و تعالی برای شما وقت میدهد. برای شما وقت میدهد تا اینکه توبه بکنید و اگر توبه نکردید، سبحان الله، در روز قیامت پشیمانی شما که پشت دست میگزید اما یاری نخواهد کرد. از الله بترسید، به سوی الله بازگردید.